چطورتون؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من کسرام خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همونطور که از تامنیل و تایتل این ویدیو متوجه شدید، اومدم که بهتون آموزش بدم که چجوری این رو یخ بزنید و پلی بدید. و یه موردی که تو ویدیوی قبل نگفتم این بود که این چیز موسو که الان سمت چپ من روی این آبیه بره و بیاد و تو چنل تلگرام گذاشتم و چند نفر عضو شدن و استفاده کردن و اینجا هم قراره بهتون آموزش بدم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق من این ویدیو قبل رو خیلی ترکوندید دیگه، این ویدیو هم بترکونید که دیگه انرژی بگیریم و هر روز ویدیوی آموزشی بذاریم. بذاریم سراغ ویدیو. من یه مپ کرافلند استارت کردم که به شماها بگم که چی جوریه. وارد این میزنین رو اول بهتون میگم چی جوری موضوع ادیت رو میزنیم و وایسا اینو من هست اینو بر میدارم، بعد اد میزنیم FPS ویو یه چیزی هست اینجا میزنیم میار میشه قسمت که کار کنم. این قسمت ها بذارید خراب میشه و نمیدونم کار نمیکنه و میزنیم رو گزینه اول. من وایو میذارم و سیوو میزنم. وای خوبه برای من، وای دیگه برای شما شاید فرق و بله این از این میره و میاد. گزینه دوم مایکرویخ باز همین قسمت اینو میزنیم ادیتو میزنیم و بعد میزنیم رو گزینه که باش تیر میزنیم چپ مستقیم برای من تنظیمات میزنیم تا لیفت ندادن. زود بهتون میگم گزینه 3 و تیک اولینه دومی رو روشن میکنیم میاریمش 1200 دیگه ایزی. سیو هم میزنیم یه گان بگیریم بریم فایت. خب ببینیم کله پدراتون فشار یا فشاری First blood. اینجا حال کنید ماکرو یخ. یکی میکوبونم و ویدت میکنم. نه ولش بزنیم همینو فرار میکنیم. فرار کردیم. خب آقا اینم بود از این ویدیو. اگه که خوشتون اومد تست کردید کاربردی داشت حتما لایک کنید، ساب کنید و یه کامنت خفن بذارید انرژی بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. چنل تلگرام هم حتما جوین بدید، اونجا بیشتر شیم و شاید کاستوم جایز دارم اونجا برگزار کردیم. عشق منید، دوستتون دارم زیاد. تا یه ویدیو دیگه اگه فرصت شد. فعلا خدافظ.